رهبر کارخانه سوختیان گاز میگوید انتقال دیگر باره گاز طبیعی در نتیجه بستن شرطنامه با شرکت اوسترانسگاز با وجود آمده است. هر کوب گاز ازبکی $130 نرخ دارد. فروش گاز اول به کارخانه های صنعتی صورت میگیرد و با بیش از 100 مالکان آنها قرارداد امضا شده است. با تاکید فروشندگان گاز، نرخ آن از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. از سرگیری انتقال گاز طبیعی بیشتر از همه ساکنان کشور را خوشحال کرده است که حالا با نبود گاز طبیعی منزل‌هایشان را با هیزم انگشت و یا تپی گرم می‌کنند. ولی مسئولان کارخانه‌های گاز تامین کنی میگویند صنایع دقیق انتقال گاز به خانه‌های زمینی و بلندآشانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذر را فعال نگاه داشتند هنوز معلوم نیست. ازبکستان از سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشور همسایه مطرح کند. ولی در زمان راهبری اسلام کریموف ازبکستان به چنین پیشنهاد پاسخی رد میداد. پس از درگذشت اسلام کریموف، شوکت میرزویف به سر قدرت آمد و اعلان کرد که میخواهد با کشورهای همسایه رابطه‌های دوستانه را برقرار کند. واردات دوباره گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان هم نتیجه سیاست‌های میرزویف گفته می شود.